در قسمت پیشین در دل طوفان‌ها با ایزد والامقام وایو همراه شدیم و سیمای باد را در آینه اسطوره شناختیم. اکنون زمان آن فرا رسیده که گامی استوار بر خاک بگذاریم تا با سپندارمز، ایزدبانوی زمین و تجسم فروتنی ابدی همسفر شویم. نگهبانی که شکیبایی بیکرانش ستون جاودان زندگی است. سپندارمز در زبان اوستایی به معنای فروتنی مقدس یا اندیشه پاک است. او چهارمین اموشاسپند و یکی از نزدیکترین فرزندان معنوی اهورامزدا به شمار می آید. ایزدبانویی که زمین را در آغوش مهر خود پرورده و آن را به سرچشمه زندگی بدل ساخته است. سپندارمز زمین را نه تنها از لحاظ مادی بلکه از منظر روحانی نیز پرورش می دهد. زیر نگاه بیدریغ او خاک زنده می شود، دانه ها جان می گیرند و حیات در پیش و تاب زمان ریشه می دواند. فروتنی او نه از سر ضعف بلکه از نیروی آگاهی و پیوند با نظم کیهانی برمیخیزد. سپندارمز آموزگار سکوت و بردباری در برابر سختی های زندگی است. آموزگاری که روح انسان را به زمین می‌خواند تا ریشه بدواند و ثمر دهد. دوستان عزیز، لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. اگه ویدیو رو دوست داشتید به دوستانتون ارسال کنید. با ما همراه باشید. با این همه حتی زمین نیز از زخم تاریکی در امان نمانده است. دیوی پلید به نام ننگهایتی، دیو ناسپاسی و بی احترامی همواره در کمین است تا رشته پیوند انسان با زمین را بگسلد. ننگهایتی با زهر ناسپاسی قلبها را می آلاید. بیمهری به خاک، بی‌اعتنایی به نعمتها و غفلت از تقدس زندگی نشانه‌های نفوذ این دیو است. اما سپندارمز با نیروی فروتنی خیش در برابر این حجم ایستادگی می کند. نه با شمشیر و آتش بلکه با نیروی دعا، تقدس و عشق خالص به زمین به نبرد با ننگهایتی برمیخیزد. در روایات کهن سپندارمز با زمزمه نیایش تاریکی را پس می‌راند و خاک را از آلودگی‌های دیو تطهیر می‌کند. ننگهایتی در برابر فروغ خاموش اما شکست ناپذیر سپندارمز به زبونی کشیده می‌شود و زمین با لبخندی از دل صبر دوباره زنده می‌گردد. در آیین‌های هند باستان آرامتی تجلی اندیشه پاک و فروتنی همسان با سپندارمز در کنار دیگر تجلیات حقیقت ستوده می شود. در اسطوره‌های یونانی گایا مادر زمین چهره‌ای آکنده از قدرت زایندگی و حمایت است. اما سپندارمز فراتر از آنان پیوندی ناگسستنی میان فروتنی و شکوه برقرار می کند. او به انسان می آموزد که عظمت نه در تسلط و غرور که در تواضع و عشق به هستی نهفته است. در تقویم کهن ایرانی 5 اسفند ماه به سپندارمزگان تعلق دارد. جشنی برای ستایش زمین، زنان و نیروی زندگی بخش فروتنی. در این روز خاک مقدس شمرده می شود. زنان چون نمادان مهر و پرورش مورد تکریم قرار می گیرند و عشق به زندگی در آیین‌های سرشار از پاکی و شادی شکوفا می شود. سپندارمزگان فراتر از یک آیین یادآور این حقیقت ابدی است که همه انسان‌ها فرزندان خاکند و تنها با فروتنی و پاسداشت زمین شایسته نعمت زندگی خواهند بود. سپندارمز بانوی زمین و فروتنی با سکوت خود تاریخ را دگرگون می کند. در زمزمه نسیم بر دشت‌های خاموش، در لطافت باران بر خاک تشنه و در نجواهای هر دعای سپاسگزارانه‌ای حضور جاودانه او شنیده می شود. در سایه مهر سپندارمز زمین می روید، جهان می زید و انسان می آموزد که در فروتنی نیرویی نهفته است که دیوان را می راند و هستی را به شکوه می رساند. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، کامنت بذارید و به دوستانتون ارسال کنید. اگه میخواید ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. تا درودی دیگر.
بدرود.